سلام دوستان، خوش اومده به کانال خودتون تخم مرغ. امروز میخوام بریم با پایتخت کشورهای آفریقایی صحبت کنیم. قبل از که بریم لایک و ساب یادتون نقد نیجریه، آبوجا، پایتخت غنا، آچرا، پایتخت اتیوپی، آدیداس آبابا، پایتخت الجزایر، پایتخت ماداگاسکار، آنتاناناراویو، پایتخت اریتره، آسمارا، پایتخت مالی، باماکو، پایتخت آفریقای مرکزی، کانگو، پایتخت گامبیا، بانجول، پایتخت گینه بیساو، پایتخت کنگو برازاویل، پایتخت بروندی بوجومبورا، پایتخت مصر قاهره، پایتخت آفریقای جنوبی کیپتاون، پایتخت گینه کناکری، پایتخت سنگال داکار، پایتخت تانزانیا دادوما، پایتخت جیبوتی، پایتخت صحرای غربی العیون، پایتخت سیرالئون فریتاون، پایتخت بوتسوانا گابرون، پایتخت زیمبابوه هراره، پایتخت سودان جنوبی جوبا، پایتخت اوگاندا کامپالا، پایتخت سودان خارتوم، پایتخت رواندا کیگالی، پایتخت کنگو کینشاسا، پایتخت لیبریا بون، پایتخت مالاوی لیلونگوه، پایتخت سوازیلند لولامبا، توگو لومه، پایتخت آنگولا لوآندا، پایتخت زامبیا لوساکا، پایتخت گینی استومالابو، پایتخت موزامبیک ماپوتو، پایتخت لسوتو ماسرو، پایتخت سومالی موگادیشو، پایتخت لیبریا ماندروویا، پایتخت کوموروس مورونی، پایتخت کنیا نایروبی، پایتخت چاد نجامنا، پایتخت نیامی، پایتخت موریتانی نوکشوت، پایتخت بورکینافاسو اوگادوگو، پایتخت موریس پورت لوئیس، پایتخت بنین پورت نوو، پایتخت کیپ ورد پرایا، پایتخت مراکش رباط، پایتخت لیبی لوس، پایتخت تونس، پایتخت شیشل ویکتوریا، پایتخت نامبیا ویندهوک، پایتخت ساحل عاج یوموسوکرو، پایتخت کامرون یوندا. دوستان مرسی تا همراهمون بودید. لایک و ساب فراموش نشه، کامنت هم بذارید، دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی، بدرود.